سلام علیکم. داریم میریم ارمنستان برای کمپ. اینم ولاگ یوتیوبمونه. بچه ها سلام. اولین کمپ درست و حسابی تیممونه که 2 ساعت اسکیت داریم، 1 ساعت باله داریم. بخوریم. خودم هم 1 ساعت باهاشون آقایس کار میکنم. درسته؟ پوستتون کند است نه؟ پوستتون رو میخوام بکنم. رسیدیم ارمنستان. تقریبا 1.5 ساعت راه بود، خیلی چیز نیستش. ترکیه فکر کنم 3 ساعت. آره ترکیه 3 ساعت، خیلی مسافت طولانی نیست. ولی الان بریم هتل استراحت کنیم و برم غذای گیاهی پیدا کنم. خدایا، یعنی من هر موقع میرم هر مسافرتی این بدبختی رو دارم. برم غذا دوربین اینجا، چرا من همچون اینجا عادت کردم. هر موقع میرم یه مسافرتی درگیری اینو دارم که غذای گیاهی پیدا کنم. حتی سفرهای خارجی ها، تو ایران که بیچاره میشم. ولی حالا بریم ببینیم اینجا چه شکلیه. گوشم گرفتم. سلام، من بنت آهنی هستم. دوربین این بره بچه. فارسی کلی کلی کم. فارسی کلی کلی کم. من کورما from امریکا. آقا ما رسیدیم هتل. از بیرون که خیلی خوشگله. اتاقمونو ما رفتیم تا فردا صبح. روز همگی بخیر. خوابم روز دوم تمرین. الان روز اول اصلا نتونستیم فیلم بگیم چون میخواستم کس کنم، یه ذره جمع جور کنم همه چی رو. یه ذره درگیر شدم، اصلا نمیشد فیلم برداری. از روز دوم شروع کردیم که بریم ببینیم که چطوریه. روز اول که واقعا خیلی خوب بود. اگه اینستاگرام رو داشته باشین براتون استوری ها گذاشتم. اوه چه آفتابی. سلام علیکم. منی که میبینم خوابالوام، چون وقتی که برگشتیم دیروز دیگه مجبور شدم بچه ها رو ببرم ذره بیرون و اینا، دیگه استراحت خیلی نتونستم بکنم دیگه دیروز. برای همین یه کوچولو خستم، اما سر حال بریم سر تمرین.
هنوز هیچ حسی نداری؟ نه در صبح میاریم تمرین میکنیم. فقط استرس چی داری؟ همین الان گفتی. من استرس ندارم که تو زمین گرسنه باشم. گرسنت نشه تو زمین؟ بشه. تو دغدغه‌ای نداری؟ من نه دشوارموز yok. من میتونم راجع به موفقیتمو بگم؟ نه. خواهش میکنم. تو دغدغه‌ای نداری؟ تو دغدغه‌ای نداری؟ نه. آیا که معلومه تبلیغ منفی می‌کنی. چه معذب رفتی. یخه سر بمونه. اون چه وضعشه؟ سویشرت تو بپوش. الان 1 ثانیه خواهش میکنم. انگار میزنه تو فیلمتون. چقدر داره خوش میگذره توی یخچال. توی چی؟ یخچال. یخچال؟ نه خیلی یخچال. عوضش تازه میمونی. Hello coach. Hello. Good morning. Salam. Salam. How's it going? Good, good. Good. What do you think about How are the you? team? Your team is wonderful team. Thank I don't you. believe you are from Iran. Oh, thank you so Iran much. and figure skating now is Yeah, brothers. One, two, three, four, five, six, seven, eight. خب اینم از ولاگ کمپمون. باید بگم که کمپ رفتن برای بچه ها توی هر رشته ورزشی خیلی مفیده، به خاطر اینکه کمپ باعث میشه بچه ها توی محیطی قرار بگیرن که تمام فکر و ذکرشون ورزش کردن و تمرین کردن و تمرکز روی تکنیکا باشه و این موضوع باعث میشه که خیلی سریع پیشرفت بکنن. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین، ویدیو لایک کنین، دکمه زنگوله هم بزنید که اگر ویدیو جدیدی گذاشتین زودتر با خبر بشین. مرسی، خداحافظ.